بخش پنجم و آخر در رابطه با فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حقوق کودکان پای سخنان خانم بهرامی می‌نشینیم که ایشان در ارتباط با انتشار تصاویر کودکان معتقد هستند که مردم بیشتر با دیدن ارتباط برقرار می‌کنند و رسانه‌ها عمدتاً سعی در استفاده از تصاویر دارند برای نشان دادن شرایط. اما آنچه حائز اهمیت است این است که آیا روزنامه‌نگاران آموزش لازم را فرا گرفتند تا حریم خصوصی کودکان را بشناسند و آشنایی با حقوق کودکان را دارند؟ به اعتقاد ایشان آموزش روزنامه‌نگاری و آموزش حقوق کودکان در این زمینه ضروری است. با هم بشنویم. در ارتباط با انتشار تصاویر کودکان و اینکه مردم کشور ما اصولاً مردمی هستن که با دیدن ارتباط بیشتری برقرار میکنن، خب منم خیلی موافق هستم، به خاطر اینکه بارها توی کارهای انصاف دوستانه که انجام میدیم همیشه من انتقاد میکنم که تصاویر کودکان رو انتشار ندید. به هر حال اگر قراره به یک دانش آموز کمک بشه یا به یک کودک کاری کمک بشه، انتشار تصاویرشون به هر حال آسیبزا هست. اما حالا استدلالی که دوستان ارائه میدن اینه که وقتی که ما تصویر رو ارسال میکنیم مردم ارتباط بیشتری برقرار میکنن و این باعث میشه که مورد توجه قرار بگیره و بیشتر بهش کمک بشه. ضمن اینکه در ارتباط با فعالیت‌های روزنامه‌نگاری مطبوعاتی ها، حالا من بارها دیدم توی صفحات اکثرا می‌بینیم که اگر یا از حقوق کودک صحبت نمیشه، اگر هم که جای صحبتی میشه بیشتر خشونت رو نشون میدن و خیلی جاها مثلا میخوان که عمق فاجعه کودک همسری رو بخوان نشون بدن، اکثرا تصویر کودک رو منتشر میکنن، یا مثلا کودکان کار یا کودکانی که حالا در معرض خطر هستن یا حتی کودکی که حالا به هر دلیلی دچار قتل شده، اکثر ما میبینیم که تصاویر رو خیلی بولد میکنن. نمیدونم آیا توی حرفه روزنامه‌نگاری آموزش حقوق کودک هست، اصلا این رویه هست که حقوق کودک رو آموزش بدن، ورود به حریم خصوصی کودک رو، یا نه؟ نمیدونم. اما خب به هر حال این تأسف برانگیز هست. ضمن اینکه حالا علاوه بر روزنامه‌نگارها، افرادی که تو فضای مجازی فعال هستن، اینستاگرام یا مثلا شبکه‌های مجازی دیگه، اکثرا می‌بینیم که مثلا طرف می‌خواد کودک آزاری رو نشون بده، بعد بگه که مثلا این چقدر کار بدی داره انجام میده، داره این کودک رو آزار میده، یک کلیپ از یک کودک گرفته، بعد میگه تا میتوانید انتشار بدهید تا مثلا آبروی این فرد که داره مثلا کودک آزاری میکنه بره. خیلی جاها من متوجه شدم خیلی از دوستانمون که حتی در زمینه حقوق کودک فعال هستن، مثلا طرف میخواد که بچهش مثلا دچار مشکل کلیه شده یا هر چیز دیگه، خود مامانه کلیپ پر کرده و کودک داره صحبت میکنه، بعد اینو از فعالی حقوق کودک خواستن که منتشر کنن به خاطر اینکه کمک زیادی بشه به این کودک حالا یا مورد توجه قرار بگیره. و یا حتی دوستای دیگه‌مون که خودشون مثلا کارگاه میذارن در زمینه آموزش حقوق کودک، خیلی جاها طرف مثلا خود اون کسی که داره آموزش حقوق کودک میذاره یه پیج برای بچهش باز کرده، بعد اومده مثلا حالا کنترل خشمو داره توی یه پیج اینستا داره لایو میذاره صحبت میکنه. میخوام بگم که خیلی تناقض هست بین چیزایی که میبینیم و چیزایی که عمل میشه و چیزایی که میشنویم و اینکه آشنایی با حقوق بنیادی کودک و آموزش اون خیلی اهمیت فوق‌العاده داره که نباید نادیده گرفته بشه.